که برای هر مشکل نزدیکش بکنی اون مشکل تو را رفع میگردانه. ولی جای تأسف و جای درد ای است که ما امروز این نبی را از زندگی خود گم کردیم. امروز ما نبی را در زندگی خود نمیابیم. امروز جای این پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم را ستاره سینما گرفته. امروز چه شناخت کاملی که از ستاره های سینما ما نداریم. جای این نبی را امروز الگوهای کاذب فوتبالیست ها گرفته. جای این نبی را امروز فیسبوک و واتساپ و اینستاگرام و تیک تاک گرفته است. و الا اگر با این نبی، با چهره این نبی درست ما معرفی می شدیم، درست این چهره را می شناختیم، اخگرهای خاموش ما روشن